میکنیم اکنون برای رقابتی دیگر تسلوباز در وزن تا 73 کیلو تورای و سامان محمد بگو پهلوانی ما با خلعت کبود است و ورزشگری ازبکستان با خلعت سفید. بله رشدی سر شد و سامان باید حرکت کنند اصول اجرا کنند چون که تورای هم از جهت فیزیکی هم بقوت است هم تکنیکی ولی با سامان به فکر قدشون بلند است امکاناتشون بسیارتر است برای اصول اجرا کردن و سامان حرکت میکنه که همین اصول اجرا کنند ولی تورای هم تجربهش کلان است در گران پری تاشکند قطعی خوجازاده بیروز گشتین گرفت و در آخرین دقیقه های صاحب غالبیت شد یادت اگر باشد در 2 ثانیه یا در 2 ثانیه اخیر حتی ما غلبه رو مته برداشتید و فکرم سامان از سماگولوف شکست بود و پهلوانی ازبکستانی باشد در رقابتی 4-1 نهایی که چون مبارزه بود اما از نماینده مغولستان سند یک پرتوفت مغلوب شد. بازاری هست؟ پرتوفت نه بازاری نیست ما فکر دست در کنترل برای نمیدانم یک تکرار نشون میتن همون روز پرتوفت اصولا بله همین تکرار فکر میکنم بود باید از قفوی همین تورای رفتن در کار نبود همین وقت چون در این موردی که در این موردی که همون از قفو رفتن همون استفاده کرد پیش دستی کرد چطور؟ ولی همین دست در همین حالت نظارت بود از سومو موقع دست در مجموع در همین حالت از 4 طرف ولی غزال بود غزال از 4 طرف همون نوار میگیرن و پایان میشن 3 دقیقه وقت داریم سامان باید حرکت کند که اصول اجرا کند میتواند همین بریدن همین صفحتی تلاشش خیلی خوب است در مورد البته باز هم یک ولی پیشتر تقویت دادن هنرشون بود اندکی باید جدی تر مناسبت کنند نسبت به حریف که از این حالت پارتری باید رهایی و خودشون با دچار نشود همین حالت اسایکون بله باید در حالت اسایکون قرار بله نتوانست همین قوه نرسید همین حالت درگنه شانس کلان بود امکانیت خوب با تخت پوش نگاه داشتن یا با اصطلاحی از سیکومه یک دقیقه و 41 ثانیه وقت مونده است حالا امکانیت رو از دست نداده است کاملا میتواند البته برابری رو اینجا به وجود آورد یا به طرز دیگر خواجه‌زاده جای هفتم رو اشغال بله دورتر بود فاصله نقشی سازگار داشت اما اختیارش نکرد سامان وقت کشول میتد تورایف در رشدی زمینی و خود وقت کشول کرد چون که علاقه میداند که پیشرفت است تاکتیکای رشدی داره میخورد اگر همون ورزشگر پیشتر باشد و باید در پارت بسیارتر کار کنه که وقتا بعد همون دمگیری را دوام دهد ولی سامان باید کار کند اون مزخوات بالا و حرکت پیش ولی که لب یا ولی که درونی اون چی بیاره یا اون چی ماتا بله نه در دفاع است تورای بله یک پرتوفت زیبا ولی به کمیکات دست بله داشتن دست اینجا حرکتی که بود در آن 44 ثانیه دیگر وقت مونده است کار کردن بله
در دفاع است باز اما پرتاب بر نظری حالت نیست و فکر کنم بعد ماته هم بیدوار به مرکزش رو میکند حرکتی توقف بود یک لحظه رمزی به همین خاطر بله ماته بعد ماته بعدی ماته بود بله 26 تونه دیگر یک اصول رفتن هیچ امکانیتی پهلوانی ما با این طرز پرتاب نه با حالتی راست بودن دیگر 16 سونه دیگر نتیجه رو برابر میکرد خوبتر بود نتوانست شیده شیده با فکر کنم با نه شیده وقت انجام یافت سومو نتوانست وقت تمام سامان هم سزاوار جای هفتم در این توزکلوی بزرگ شد در بین 76 نفری که در اینجا حضور داشتند این نتیجه بسیار کلان است در بین 76 کس و صاحب اگر خطا نکنم 350 یا بسیارتر ولی این هم نتیجه خوب است با هر دو ورزشگر تاجیکستان تبریک میگم جای هفتم در توزکلوی بزرگ پاریس این بهترین نتیجه است ولی کوشش کردن در کار در دیگر مسابقات ضرور جای میدان شوند